درود بر شما بینندگان گرامی. با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که امروز برای شما تدارک دیدیم در ادامه برنامه هفته گذشته با عنوان جنایت‌ها و کشتار مخالفان توسط ساواک و واواک هستش. در هفته گذشته خلاصه ای از چگونگی و هدف تأسیس پلیس سیاسی در ایران برای شما عزیزان شرح دادم. امروز در ادامه این مطلب در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. در نظام‌های استبدادی همیشه رسم بر این بوده که مستبد برای حفظ قدرتش و ادامه سلطه بر کشور یه سری اراذل اوباش رو دور خودش جمع می‌کرد و با ضرب چماق اونا موقعیت خودش رو در کشور حفظ می‌کرد. حاکمان و قدرتمداران محلی هم از این قاعده مستثنا نبودند. مثلا سید محمد باقر شفتی، شیخ الاسلام اصفهان، همیشه یه سری افراد را دور خودش داشت که بتونه اوامر خودش رو از طریق یا به کمک اونها اجرا بکنه. در دوران مشروطه شیخ فضلالله نوری را الوات و چماقداران گوش به فرمان او مثل سنی حضرت و علی نیزه همراهی می کردند تا به راحتی بتونن مخالفان شیخ رو از بین ببرن. تا دوران رضاشاه مخالفین شیخ و شاه معمولاً به دست همین افراد سرکوب می شدند و جریان سازمان یافته‌ای وجود نداشت. ولی در دوره رضاشاه همزمان با مدرنیته شدن جامعه جریانات سرکوب نیز پیشرفت کردند. یعنی در کنار تأسیس دانشگاه ما پلیس سیاسی هم داشتیم. پلیس سیاسی که بتونن از رشد افکار ضد سلطنتی و آزادیخواهانه مردم جلوگیری کنند. در این راه نظمیه با تمام توان خودش فعالیت میکرد و این وظیفه بزرگ را به عهده داشت و در زمان ریاست سرپاس مختاری حتی به درون خانواده هم این کنترل راه پیدا کرد. با قدرت یافتن رضاشاه و تثبیت پایه‌های قدرت، نظمیه بیشتر این فعالیتش را افزایش داد. رضاشاه و اطرافیان او نظمیه را برای برقراری نظم و امنیت و سرکوب مخالفان و به اصطلاح جلوگیری از جنایات و تعدیات و دسیسه‌های عمال بیگانه و در واقع برای حفظ رژیم لازم می‌دونستند. به همین دلیل هم در حفظ و تقویت اون نهایت تلاششون رو می‌کردن. یکی از ارکان نظمیه در زمان رضاشاه دایره سیاسی بود، یعنی همان شعبه پلیس مخفی که دوره سعودی‌ها در ایران به وجود اومد. این دایره مستقیما زیر نظر رئیس کل نظمیه اداره میشد. علاوه بر نظمیه و دایره سیاسی آن، در ارتش رکن 2 یا رکن جاسوسی ضد جاسوسی که وظیفه اطلاعات و ضد اطلاعات را بر عهده داشت وجود داشت. رکن 2 اطلاعات را از کشورهای مورد نظر به وسیله وابسته‌های نظامی دریافت می‌کرد و به مافوق خودشون گزارش می‌دادند. در لشکرها نیز ما رکن 2 داشتیم که به فرمانده لشکر گزارش می‌دادند، ولی به رکن 2 مرکزی گزارشی داده نمی‌شد. در هنگ‌ها هم یک افسر وجود داشت که وظیفه رکن 2 را انجام می‌دادند، ولی با این نام خونده نمی‌شدند و جزء افسران هنگ به شمار می‌رفتند. در اون زمان رئیس رکن 2 ستاد ارتش مهمترین مقام اطلاعاتی کشور به شمار می‌رفت و از نظر اطلاعات نظامی و حتی غیر نظامی برجسته و یکتاز بود. با وجود وحشتی که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جامعه ایجاد کرده بودند،
سازمانی که در زمینه جاسوسی و ضد جاسوسی فعال بود نیروهای اطلاعاتی انگلیس بودند. به قول فردوس در موارد مهم به رضاشاه کمک می‌کردند و گاهی با دادن اطلاعات غلط مخالفین خودشون رو به دست رضاشاه از بین می‌بردند. با برکناری رضاشاه و محاکمه مختاری، تبلیغاتی که علیه شهربانی راه افتاد، شهربانی قدرت اعتبار خودش را از دست داد. مختاری بعد از محاکمه به 8 سال زندان محکوم شد. وکیل سرپاس مختاری احمد کسروی بود. با این استدلال که او مأمور بود و معذور، اونو از اعدام نجاتش داد. در دوره رکن‌الدین مختار فشار شهربانی به اداره سیاسیان بر مخالفان سیاسی افزایش یافت و نظم قبرستانی بی‌نظیری در کشور ایجاد شد. در همین دوره بود که برخی از مهمترین رجال کشور به دستور مستقیم خود رضاشاه یا سرپاس مختاری توسط ماموران اداره سیاسی و آگاهی به قتل رسیدند. مخالفین رضاشاه تعقیب می شدند و بیشتر از قبل منزوی شدند. در دوره سرپاس مختاری اداره نگارشات شهربانی که مسئول سانسور نشریات، کتاب و روزنامه ها بود و شدت عمل خود افزودند و قلم و مطبوعات را به طور کلی بی‌اعتبار کردند. در این دوره سانسور و ممیز به نهایت خودش رسیده بود. ماموران آگاهی و اداره تأمینات شهربانی مراقبت شدیدی بر باجه‌های پستی و فرستندگان گیرندگان مراسلات و نامه‌ها داشتند تا هرگاه مطلبی حاکی از مخالفت با حکومت در آنها پیدا می‌کنند، عاملینش را تحت تعقیب قرار بدند و مجازات کنند. سرپاس مختاری در این مقام جان بسیاری از مردم را گرفت و خشونت زیادی از خودش نشون داد، ولی هرگز رشوه نمی گرفت، چون ایشان علاقه‌ای به جمع‌آوری مال و اموال نداشتند و بعد از وقایع شهریور 1320 بازداشت شدند و به همراه عده‌ای دیگه از کسایی که با ایشون بازداشت شده بودند محاکمه شدند و به 8 سال زندان محکوم شدند. لازم اینجا مطلبی را در دوره اتفاقایی که در دوره رضاشاه میافتاد بر شما بازگو کنم تا بیشتر به آزادی هایی که در اون دوره وجود داشت پی ببریم. در دوران رضاشاه عبور مرور از شهری به شهر دیگر نیازمند مجوز از شهربانی بود. با ورود نیروهای بیگانه و خروج رضاشاه از ایران شرایط تغییر کرد. سرپاس یحیی رادسر که جانشین آخرین رئیس پلیس رضاشاه یعنی رکن‌الدین مختار شده بود، در روزنامه‌های معتبر اون زمان خبر ملغا شدن این مجوز خبر را اینطوری آگهی کرد: برای رفاهیت حال عامه و برای اینکه مردم در موقع مسافرت گرفتار پروانه مسافرت نباشند، از 3 مهر ماه 1320 صدور پروانه مسافرت را ملغا اعلام کرده و مردم می توانند در داخل کشور بدون پروانه مسافرت کنند. مختاری بعد از استعفای رضاشاه از کار برکنار شد و بلافاصله به فکر خارج شدن از ایران افتاد. ولی برای اینکه چون ایشان علاقه‌ای به پول و جمع‌آوری ثروت نداشتن، مجبور شدن که اساسی خونه‌شون رو بفروشن که پولی تامین کنن و از ایران خارج بشن، که مجبور شدن تا اواخر مهر ماه در تهران بمونن که بعد در آبان از طریق کرمانشاه از ایران خارج می شدن که به دستور دکتر جلال عبدو دادستان دیوان کیفری دستگیر شدند و به تهران منتقل شدند. محاکمه مختاری و عوامل او در شهربانی از سر و صداترین محاکمات بعد از شهریور 1320 بود. دکتر جلال عبدو دادستان وقت
دیوان کیفری طی ادعانامه مفصل 40 مورد اتهام بازداشت غیرقانونی، مباشرت در قتل و اعمال خلاف قانون را به مختاری نسبت داد. مختاری و وکلای مدافع او ضمن مدافعات خود بیشتر روی این نکته تاکید داشتند که آنچه که واقع شده در اجرای اوامر شفاهی پادشاه بوده و در واقع مختاری حکم مأمور معزول را داشته. دکتر عبدو در پاسخ این مدافعات نطق مفصلی در دادگاه ایراد کرد. قسمتی از این نطق دکتر عبدو که اتهامات وارده بر مختاری در آن منعکس شده را برای شما نقل می‌کنم. بدون شک جامعه ایران آرزو دارد در این محاکمه که اولین نمونه رسیدگی به حساب گذشته است هر چه زودتر خاتمه پذیرد و جنایتکاران به کیفر اعمال خود برسند. برای اینکه خدمتی را که به عهده من محول شده است به پایان برسانم، لازم می‌دانم توضیحات بیشتری در اطراف ادعانامه بدهم و قیافه واقعی شهربانی دیروز، مخصوصاً شخصیت سرپرست مطلق العنان آن یعنی آقای مختار را طراحی نمایم. در اینجا سعی خواهم کرد دستگاه مهیب شهربانی دیروز و چرخهای شیطانی آن را که بیگناهان بیشماری را در دم پره‌های خود گرفته و آنان را نابود کرده است نشان دهم تا معلوم شود آقای مختاری که امروز مظلومانه بر روی صندلی اتهام قرار گرفته دیروز چه کاره بوده است و به دست او چه جنایت‌هایی انجام گرفته. اما آقای مختاری نگران نباشید، من در انجام این وظیفه سنگینی که دارم از شاهراه حقیقت منحرف نخواهم شد، زیرا یقین دارم برای نشان دادن چگونگی کارهای شما بیان واقع کاملا کافی خواهد بود. آقای مختاری، شما در مدت 6 سال عملاً قسمت مهمی از اقتدارات دولت را در دست داشتید و در اغلب امور مربوط به مقدرات ملت و کشور اعمال نظر می کردید. شما در ظرف این مدت بودجه شهربانی را چند برابر کردید و قسمتی از این بودجه سنگین را صرف تشکیلات جاسوسی نموده و با این کار وحشتی در کشور ایجاد کردید که در هیچ جا سابقه نداشت. 2 نفر دوست نزدیک جرأت نداشتند با یکدیگر آهسته حرف بزنند. کار جاسوسی به اندازه‌ای بالا بود که حتی زن جاسوس شوهر و شوهر جاسوس زن و پسر جاسوس پدر شده بود. با این دستگاه مهیب و با دستیاری افراد پستی که آلت دست شما بودند و در مکتب شما پرورش یافته بودند، عده زیادی از مردان بیگناه تحویل اداره سیاسی شدند. اداره سیاسی یعنی همان کانون فجایی که به مؤسسه تفتیش عقاید قرون وسطی شبیه بود. همان تاریکی که روشنایی عدالت و وجدان در آن راه نداشت و هر کس سر و کارش به آنجا می‌افتاد دیگر از جان خود ایمن نبود. تمام این جنایات را مرتکب شدید تا مردم حقایق را نگویند و از عملیات شما انتقاد نکنند. از مامورین شقی و سختگیر شما شکایت نکنند. آب از آب تکان نخورد تا مختار مطلق جان و مال مردم باشید و نزد اعلی حضرت سابق خادم هوشیار مطیع لایق معرفی شده و بر مسند ریاست شهربانی تا آخر عمر در رکاب حضرت اجل بمانید. آقای مختار، شما رئیس شهربانی بوده اید. شما ضابط دادگستری محسوب می شدید. مأموریت کشف جرایم را داشتید.
چگونه شما مامورینی را برای ارتکاب جرایم انتخاب می کردید؟ چگونه شما به مامورینی که اصولاً برای حفظ نظم و انتظام انتخاب شدند لباس میرغضب می پوشاندید و به آنها درس آدمکشی می دادید؟ پلیس و آدمکشی در کجای دنیا سابقه دارد؟ هیئت محترم دادگاه، به اهمیت حکمی که از طرف شما اعلام خواهد شد باید توجه فرمایید. این حکم خط مشی مامورین دولت و ارباب قدرت را برای صدها سال تعیین خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند بزرگترین مقامی که بر آنان حاکم است قانون است. به آنان نشان خواهید داد که دستورات خودسرانه در خور اجرا نیست. هیئت محترم دادگاه، آن دژخیم‌های اجتماع را شدیداً مجازات کنید و عملاً نشان دهید که چشم عدالت بیدار است و آتش مقدس دادگستری هنوز در کانون زندگی ملت ایران فروزان است. اما با تمام این اتفاقهایی که افتاد، با تمام این محاکماتی که انجام شد، بیشتر افرادی را که در دوره رضاشاه جنایت کرده بودند کاملا مجازات نشدند و این بستری شد که پرورش جنایتکاران و آدمکشانی مثل پرویز ثابتی، اسدالله لاجوردی و دیگر ماموران جنایتکاران ساواک و جمهوری اسلامی را شاهد باشیم. از دیگر جنایات و جنایتکارانی چون سرپاس مختاری و اعمال ضد بشری آنها برای مردم هیچ وقت آشکار نشد و مجازاتشون واقعا آنچه که در خور این مجازات بود اونها مجازات نشدند. از دیگر جنایتکارانی که میتونیم در این زمینه در موردشون صحبت بکنیم پزشک احمدی هست. پزشک احمدی یکی دیگه از جنایتکارانی هستش که در دوره رضاشاه جنایت‌های زیادی را انجام داد. یکی از چهره‌های ترسناک دوره پهلوی اول بود که در قتل بسیاری از زندانی‌های سیاسی نقش داشت. بسیاری او را با افرادی مثل هیملر و نازی‌هایی که در جنایت‌های جنگ جهانی دوم نقش داشتند مقایسه می‌کنند. به روایت افرادی که با پزشک احمدی سرکار داشتند، او به ظاهر آدم معمولی بود که تکه کلام‌هایی مثل قسم به قرآن، به جان عزیزت و استفاده می‌کرد. حتی خودش رو خیلی وقتا آدم مقیدی می‌دونست و خودش به دعا و عبادت مشغول می‌شد. از این رو برای بسیاری این سوال پیش می‌اومد که چگونه فردی که اینقدر معمولی هستش میتونه اینقدر جنایت بکنه و مخالفان رضاشاه را به راحتی از بین ببره. اما چیزی که وجود داره باید این اشخاص رو از لحاظ روانشناسی بررسی کنیم. از لحاظ روانشناسی تمایل اساسی و بنیادی همه انسان ها اینه که برتری طلبند. انسان موجود اجتماعی هست و سعی میکنه تا خودشو تا حد کمال در اجتماع نشون بده. انسان ها از بعد تولد ولی با این وجود که میتونن به کمال برسن ولی از بعد به تولد در محیط زندگیشون با یه سری از مشکلاتی روبرو میشن که این مشکلات باعث سرخوردگی ها در این اشخاص میشه. مثلا مدام از توی جامعه تحقیر میشن، احساس ناتوانی میکنن و احساس تحقیر میکنن و همه اینا باعث میشه که یک حس انتقام جویی در وجود این آدم ها به وجود بیاد. چه این افرادی تا زمانی که قدرت نداشته باشن بیشتر به خودشون صدمه میزنن و زمانی که در قدرت باشن شروع میکنن به صدمه زدن به دیگران. پزشک احمدی هم وقتی وارد دستگاه‌های نظام دیکتاتوری و تمامیت خواه شد این امکان براش به وجود اومد و امکان بروز تخلیه احساس و تحقیر خودشون رو پیدا میکنن و تبدیل میشن به یک افرادی که مدام در حال انتقام جویی از دیگران.
بر اساس این نظریه حکومت‌های تمامیت‌خواه از احساسات سرکوب شده این افراد برای سلطه‌جویی در جامعه استفاده می‌کنند تا پایه‌های حکومت خودشون رو ثابت کنند. در واقع دیکتاتورها با آلت دست قرار دادن این افراد که دچار عقده‌های سرکوب شده هستند سعی می‌کنند حس انتقامجویی اونها را در راستای اهداف خودشون استفاده کنند. پزشک احمدی پرستار و پزشک تجربی در زمان پهلوی اول بود که در دوره‌ای به عنوان پزشک زندان قصر فعالیت می‌کرد. پس از تبعید رضاشاه، احمدی به اتهام دست داشتن در قتل چند زندانی سیاسی همچون عبدالحسین تیمورتاژ، جعفر قلی خان سردار اسد و محمد فرخی یزدی محاکمه و اعدام شد. احمدی در سال 1310 وارد یکی از مهمترین ادارات مرکز شد. البته معلوم نیست به چه علت و معرفی چه کسی این اتفاق افتاد، ولی به ظاهر میگفتند طبیب مخصوص شهربانی و تنها رئیس کل آن اداره یا چند نفر عالی رتبه از کارهای او خبر داشتند. اشخاص دیگه سر از کارهای پزشک احمدی در نمی آوردند که همه اینا باعث شد که وی در دل شب به سر کار میرفت با آمپول‌های مخصوص خودش که بیشتر میگفتن آمپول آب داغ یا آمپول هوا هست، مخالفین یا که بیمارا را میکشت. در شهریور 1320 که اوضاع دگرگون شد وی به کشور عراق گریخت ولی به وسیله ماموران عراقی، البته با پیگیری ایران تیمورتاژ که به خونخواهی پدرش عبدالحسین تیمورتاژ وزیر دربار رضاشاه به دنبال پزشک احمدی به عراق رفت و باعث شد که دستگیر بشه و به مقامات ایرانی تحویل داده بشه. پس از چندی در حالی که عاملین اصلی به نوعی تبرئه شده بودند، پزشک احمدی محاکمه شد و در این دادگاه پزشک احمدی احمد کسروی وکیل پزشک احمدی بود. در دادگاه از او دفاع میکرد. کسروی با استناد به مدارک و ارائه آنها به دادگاه خواستار تبرئه پزشک احمدی شد. متن دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی نخست در نشریه پرچم و در دوره معاصر هم در یک کتابی به چاپ رسید. در جریان محاکمه پزشک احمدی وکیلش میگه اگر او آدم کشته باشد باید اعدام شود. قصدش و با این حال آیا احمدی میتونست قاتل باشه؟ منشأ تردید این است که قاتل کسیه که قصد قتل داشته باشه و مقصود او از اون قتل رو در اندیشه خودش داشته باشه. احمدی نه قصد قتل داشت و نه اینکه مقصودی را دنبال میکرد. احمدی فقط یک ابزار قتل بود، نه عامل آن. در این محاکمات احمد کسروی به زیبایی و رندی مجرم و عامل بودن خود رضاشاه را مطرح می کند و پزشک احمدی و سرپاس مختاری را آلت فعل می دونه. بر اساس روایت‌های زندانی‌های سیاسی، یکی از ویژگی‌های پزشک احمدی تلاش او برای نشان دادن برتری بر دیگران بود. همین دید پزشک احمدی باعث شد تا او به افرادی که مأمور قتل او شده بودند با دید طعمه نگاه کنند و قبل از قتلشون با اونها بازی کنه. مثلا قبل از اینکه تیمورتاژ را بکشه وارد سلولش میشه، رو لبخند میزنه و در مورد وضعیت سلامتیش میگه. تیمورتاژ که میدونست این سفیر مرگش هستش روحیه خودشون میبازه و پزشک احمدی از این کار لذت میبره. و یک دیگر مواردی که در این دوران توسط پزشک احمدی به قتل رسید، فرخی یزدی همونطور که گفتم
فروخی یزدی بود که در دوران نمایندگی در مجلس هفتم شورای ملی جزو مخالفان رضاشاه بود که بعد از اتمام مجلس به آلمان رفت. در اونجا با وعده ترمورتاژ مبنی بر بخشوده شدن به ایران بازگشت و ولی به توسط سم پزشک احمدی به قتل رسید. مهمان برنامه امروز ما آقای ایرج قهرمانلو هستند، از مبارزین و مخالفین سیاسی هستند که امروز قرار هست که به ما ملحق بشن و بیشتر در مورد این جنایت ها یا تشکیل ساواک یا پلیس سیاسی با هم صحبت کنیم. یک خاطره که در مورد پزشک احمدی وجود داره، غلام حسین بقیعی که یکی از شاهدان مراسم اعدام پزشک احمدی بود، در کتاب خاطراتش میگه یکی از مسائل مهم روز که پیوسته در مطبوعات منعکس میشد محاکمه پزشک احمدی بود. یک روز روزنامه فروش ها داد میزدن فوق العاده بدار زدن پزشک احمدی، فردا در میدان توپخانه فوق العاده. از آن صبح خودم به اونجا رسوندم. قوقای عجیبی بود. یک تیر چوبی گذاشته بودن و قرقره و طناب مخصوص در میدان قسمت غربی میدان به چشم میخورد. نماینده دادستان حکمش رو قرائت کرد و گفتن که استغفار و توبه کنه. از ماموران تقاضا کردند که اجازه بدن که پزشک احمدی 2 رکعت نماز بخونه. پس از نماز اون روی چهارپایه بردند و که به دار بزنند، ولی او ایستاده و فریاد زد ای مردم، من قاتل نیستم. یگانه گناه هم این است که دستور مافوقم را اجرا کردم و حالا چون از همه ضعیفترم همه چیز را به گردن من انداختند. قاتل اصلی سرتیپ مختار و خود رضا شاهه. درود بر شما آقای ایرج قهرمانلو. آقای دکتر، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم و از نظرات و صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم. آقای دکتر، می‌خواین یه سلام علیک بکنیم؟ من یک کوتاه سخنی دارم که بریم سر موضوع. با درود به شما و درود به شنوندگان عزیز این برنامه. همونطور که گفتین، بله، من خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم و تجربیات مستقیم خودم رو از دستگاه شرکت و آزار انسانها برای شما در میان میذارم و خیلی متشکر میشم از اینکه به من اجازه دادید درد دل کنم. خواهش میکنم آقای دکتر، ما خوشحالیم که قابل دونستید و ما را همراهی میکنید. من در مورد کلا دو جنایتکاری که در دوره پهلوی اول وجود داشت و خب جنایت‌های زیادی را انجام دادن که از سرپاس مختاری و دکتر احمدی صحبت کردم که امیدوارم که شما شنیده باشید صحبت‌های منو. و الان داشتم در مورد صحنه دار زدن دکتر احمدی صحبت می‌کردم که ایشون خودشون در آخر لحظه خودش رو تبرئه کردن و گفتن که خب من کاری نبودم، کسی که خب من فقط یه دستور اجرا می‌کردم، کسی که این کارو می‌کردن خود مقصر اصلی خود رضا شاه هستش. ولی با تمام این اتفاقایی که افتاد، حلقه طناب به گردن دکتر احمدی انداختن و بالا کشیدن و احمدی برای همیشه از روی زمین برداشته شد. ولی جنایت هایی که او کرده بود، حالا یا به دستور کسای دیگه یا اینکه خودشون انجام داده بود یا حالا به گفته خودشون که فقط دستور اجرا کرده بودن، برای همیشه در اذهان همه ایرانی ها مانده و این جنایت ها پاک نخواهد شد. ولی چیزی که نتیجه‌ای که تمام این جنایت ها داد این بود که کینه‌ای که مردم از این جنایتکاران به دل گرفته بودند به این منجر شد که وقتی خلخالی بدون محاکمه عادلانه افراد را قتل عام می‌کرد، مردمی که تمام این جنایت ها را دیده بودند نه تنها مخالفتی با کارهای خلخالی نکردند، بلکه نظاره‌گر بودند و او را تشویق می‌کردند. آشنایی با پلیس سیاسی رضا شاه و سازمان امنیت و اطلاعات کشور در زمان محمد رضا شاه برای نسلی که
هیچ آگاهی و اطلاعاتی از اون وقایع اون دوره ندارن، من فکر میکنم واقعا لازم هست که بتونیم تمام اینا را یک چراغ راهی برای آیندهمون بذاریم. در مورد سرباز مختاری و پزشک احمدی عرض کردم که من صحبت کردم و شما خودتون های دکتر جزء کسایی هستین که تمام عمرتون رو برای مبارزه با نابرابری ها و ناعدالتی های اجتماع سپری کردین و به تبع با ساواک و دستگاه سرکوبگر رژیم مواجه شدین. با شلاق و دار و درفش ساواک مطمئنا آشنایی دارید و هیچ وقت اینها از ذهن شما، این خاطرات هرچند بد هستن ولی پاک نخواهند شد. ولی آقای دکتر، یه سوالی که میخوام اینجا از شما بپرسم اینه که شما به هر حال یک پزشک روانشناس هستید و من خوشحالم که الان اینجا میتونیم خیلی راحت و با دلایل و مستندات علمی این چیزا را از شما بشنویم. اینکه به عنوان یک روانشناس شخصیت روح و روانی رضا شاه و عوامل سرکوب اونو مثل سرپاس مختاری و پزشک احمدی رو چطوری میشه با روانشناسی تحلیل کرد؟ نکته بسیار جالبی شما اشاره کردید. من مدتها در این مورد میگشتم سندی پیدا کنم و مدارکی پیدا کنم که چرا واقعا این افرادی مثل رضا شاه یا محمد رضا شاه با چنین رفتار خشونت آمیزی با انسانها واقعا روبرو می شدن. بعد آیا اینا لذت می بردن از این کارشون؟ آیا یک عیب روانی بوده؟ من خیلی برای این گشتم و متوجه شدم بله، یه انسان معمولی هیچ وقت این کار رو نمی کنه. یعنی فوقش خب میندازی زندان، ولی رضا شاه خودش کتک میزد و در اسناد گفته شده که ایشون حتی وقتی خوشحال بودن یکی رو میبایست کتک میزد و وقتی که خشمگین میشدن تا با مشت و لگد به جان طرف نمیافتاد آروم نمیگرفت. ما میدونیم مثلا مشاهدات سفیر آمریکا خودش وقتی در تهران بوده از قضا در یکی از هتل‌های که مربوط به رضا شاه بوده از بالا نگاه میکنه، میبینه رضا شاه اومد، از ماشین پیاده شد، 2 باغبون داشت، شروع میکنه به کتک زدن اینها تا آروم میشه. علت که این 2 درخت رو دوست نداشته اینجوری کاشتن، مثلا با فاصله که او میخواسته. یعنی رضا شاه تا کتک نمیزد آروم نمیشد، یعنی فشار درونی در درونش بوده. و خب طبیعی هم هست وقتی برگردیم به گذشته، این که در بچگی این پدرشو که زود از دست میده، مادرش هم در 7 سالگی از دست میده، این تو کوچه بزرگ میشه و در یک جامعه خشنی رو این در واقع رشد میکنه و جوانیشو در اونجا میذارونه. و بعد داعش اینو خود عین کلمه داعشه که میگه دیدم این ولگرد شده و اینو ور میداره و در صحبت سر این، حالا بعضیا میگن 12 سالگی، بعضیا میگن 14، اینو وارد دوباره یه محیط خشنی میکنه که غذاخونه بوده. این خود این رضا شاه بارها این کارو میکرده. یعنی نشون میده صدماتی که در کوچیکی دیده در روان این فرد اثر گذاشته. به این یک بیماری رو به اصطلاح توصیف میکنن که قبلا بیشتر پیش حیوانات و سگ‌ها بوده، بهش میگن intermittent explosive disorder. اینا وقتی یا خیلی خوشحال بشن یا خیلی خشمگین بشن باید یکی رو بزنن. ببینید یه آدمی که قدرتمنده خودش نمیره دستی به یقه بشه، به یکی دیگه به نوکرش میگه، به سردار به زیر دستش میگه برو تنبیهش کن. نه، این باید خودش میزده. یه نمونه براتون میارم. ایشون رو دعوت میکنن، اینو در کتاب رضا شاه که مجد نوشته،
یک مشاهده دیگه، یکی از شاهدان بوده در دانشکده افسری. ایشون رو دعوت میکنن که بیاد از فارغ التحصیلا به اصطلاح سان ببینه. اونجا با میسته از صدای تبال خوشش نمیاد. حالا دانشجوی جوان دارن رژه میرن، مارش میزنن، تبل میزنن، میره از جایگاه خودش پیاده میاد پایین میره، اون تبال بیچاره رو اول با لگد به تبلش میزنه، بعد هم به قصد کشت اینو میگیره میزنه. فکرشو بکنید در جلو اینا همه. خب تو یک پادشاهی، احتیاج نیست که این کارو بکنی. فوقش میگی این خوب نمیزنه، خب توبیخش کنن یا عوضش کنن یا برن دوباره آموزشش بدن. از این چیزا زیاد بوده. یا توی ماشینش با رانندش میاد، ماشین پنچر میشه، پیاده میشه، راننده رو میزنه، حسابی که چرا ماشین پنچر شده. از اینا زیاد میگه. یعنی این نشون میده یک اشکال روانی داشته و این رو قبلا در سگ‌ها مطالعه کرده بودن. بعد دیده بودن نه، یه تنها سگ‌ها نیستن که وحشی میشن میزنن، بلکه آدم ها هم اینجوریه، یه دفعه اینا منفجر میشن اصلا و تا کسی رو نزنن آروم نمیگیرن. خب این فرد مشکل روانی داشته دیگه، تا در اون زمان در یه جایی قرار میگیره که میشه پادشاه و به همین جهت هم همیشه کتک میزده. میرفته این بیچاره تیمورتاش رو تو زندان میره خودش به قصد کشت مشت میزنه. آقا تو زندانش کردی، خب دادگاهی هست، تو چرا میری اینو با مشت لگد میزنی؟ یعنی نشون میده که یک اشکالات روانی اینا داشتن. خود پسرش هم داشت. حالا اگر خواستین من مفصل راجع به ایشان صحبت میکنم. تمام علائم اسکیزوفرنی رو این مرد داشت، یعنی اینا دیوانه بودن. خود 2 تا از فرزندانشان خودکشی کردن که محروم کردن. من هر چی رفتم بگردم ببینم این چی بوده، خودشونو کشتن. خب این نشون میده یه بیماری ارثی در این خانواده بوده که اینها چنین سرنوشتی داشتن و میتونستن خیلی سالها پادشاهی خودشون ادامه بدن، ولی متاسفانه حالا اگر لازم شد صحبت میکنیم خودشون رو ویران کردن به خاطری که اینا از نظر روانی سالم نبودن. شما یه پادشاه رو ببینید خودش میرفته کتک میزده مردم رو، احتیاجی به تو نبوده کتک بزنی. خب اصلا چرا کتک بزنی؟ اگر قانون هست چرا کتک میزنی؟ نمیتونسته، دست خودش نیست. این تا کسی رو نمیزد رضا شاه آروم نمیگرفت، میبایست کتک میزد تا خودش آروم بگیره. حتی گاهی که میگم که خوشحالم بود میبایست یکی رو میزد تا یک کمی احساساتش بره. بله این هم خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، نظر شما در مورد پرویز ثابتی و احمد فراستی که هنوز هم در رسانه‌های خارجی خب دارن در مورد اون دوره‌ای که خودشون زندگی می‌کردن و دیده بودن، همه چی رو دیده بودن خودشون، ولی با وجود اینکه الان به هر حال توی سنی هستن که به نظر نمیاد که برای به دست آوردن موقعیت یا قدرت این حرفا رو بزنن. مشکل اینا از لحاظ واقعا، حالا باز هم برگردیم به اون علمی، که مشکل اینا چیه که هنوز هم دارن دروغ میگن، هنوز هم این قربانیانی را که در گذشته واقعا به خاطر مخالفت، به خاطر نوشتن، به خاطر قلم زدن جونشون از دست دادن، اینا چرا دارن الان دروغ میگن؟ خب اینا مشکلشون چی هست از لحاظ باز هم از لحاظ علمی اگه بخوام بررسی کنیم؟ ببینید اینا اگر قبول بکنن که واقعا خودشون در اون جنایت ها دست داشتن، باید بیان جلو و پس بدن. حالا این پس دادن نه اینکه بگیرن تنبیهشون، خودشون رو تنبیه کنن. اینه که اینا برای فرار از این هنوز به اصطلاح تشبث میکنن به همون بهانه های قدیمی و برای که بتونن زندگی به اصطلاح ننگینشون رو ادامه بدن. و الا این کجا دیدین شما یه انسان یکی دیگر رو کتک بزنه، زجرش بده، عذابش بده؟
این باید خود از نظر روانی یه اشکالی باشه که شما این کار رو بپذیرید. آخه چه شغلیه که انسانها رو زجر بدین؟ این چه شغلی میتونه باشه؟ اینا برای که راحت هنوز بتونن ادامه بدن به این زندگیشون از نظر روانی میان توجیه میکنن، این کارهای جنایت هاشون رو توجیه میکنن. و الا خدا اون به اصطلاح آقای فراستی یا اون یکی دیگه اینا ثابتی بله تلویزیون بودن، من زندان بودم اونجا، اینا رو میدیدم دروغ به مردم میگفتن ما شکنجه نمیدهیم، ما من قربانی شکنجه بودم. چرا اینا این دروغ رو هی ادامه میدن تا بتونن به این زندگی خفتبارشون ادامه بدن؟ و الا اینا جاشون توی اجتماع نباید با اینا، باید توی آسایشگاه روانی باشن که چرا از زجر دادن دیگران لذت میبردن، چرا این کار رو میکردن. این آدم سالم نمیره تو این رشته که شما دائم زجر بدین. خود این آقای چیز که میامد، وقتی ثابتی میامد توی کمیته میگفت چرا ساکت اینجا، چرا من صدای ناله نمیشنوم؟ این بازجویا مجبور بودن حتی اگه بازجویی هم تمام شده بود تأمین رو ماها رو بزنن که ما فریاد بکشیم تا این آروم بشه. خب این نشون میده از نظر روانی اشکال داشتن و به این شغل، یعنی به زجر دادن یک انسان به این شغل گرایش پیدا میکردن. ولی آدم طبیعی که این کارها رو، این شغل رو نمیگیره، خودشون مشکل داشتن. خیلی ممنون دکتر. من ابتدای صحبتام در مورد پلیس، البته هفته پیش در مورد پلیس سیاسی و هدف تولیدش به وجود اومدنش، این که اصلا ابتدای این که در تاریخ ایران پلیس سیاسی اصلا برای چی به وجود اومد که عرض کردم خدمت بینندگانمون. و این هفته هم خب همون پلیسی که به مرور زمان تبدیل شد به آلت دستی که خب دیکتاتورها یا مستبدین ازش استفاده میکردن و امروز هم که هست، خب دقیقا ما به تکامل اون پلیس سیاسی ایران رسیدیم که الان دیگه کاملا اختیار کامل زندگی مردم رو دارن. یعنی ابتدای تأسیس پلیس سیاسی اگر فقط برای ایجاد امنیت برای مردم بود، دقیقا الان داریم نقطه مقابلش میبینیم که الان جمهوری اسلامی کاری کرده که من اینایی وقتی توی خیابون پلیس میبینم خیلی بیشتر از یک جنایتکار، خیلی بیشتر از یک دزد، یعنی من هیچ وقت توی زندگیم نتونستم از دست یک دزد یا مزاحم خیابونی به یک پلیس پناه ببرم. اینو میخوام از شما بپرسم، شما به عنوان کسی که در اون دوره در جریان سیاست بودین، در زمانی که ساواک تشکیل شد چقدر از عناصر پلیس سیاسی رضاشاه و تجربیات اونا برای ساواکی که تازه تشکیل شده بود استفاده شد؟ اصلا اگه از اونا برای پلیس جدید که حالا اسمش رو ساواک علی امنیت کشور گذاشته بودن استفاده کردن؟ چون چیزی که من ابتدای صحبت ها عرض کردم، پلیسی که در دوره رضاشاه بود حتی دیگه محاکمه شد و حالا یه سرشون زندانی شد، یه سرشون به دار آویخته شد. آیا بعد برای ساواک دوباره از همین استفاده شد؟ ببینید ساواک، ما میتونیم دوران ساواک رو به اصطلاح به دو دوره تقسیم بکنیم. یکی از 28 مرداد تا سالهای 50 و از 50 به بعد. از 28 مرداد به بعد همون روش‌های کهنه را به کار می‌برن، مشت و لگد و آویزون کردن و بعد همین به اصطلاح ضربات فیزیکی و تو سلول انداختن. از این بیشتر اینا بود. هنوز اون روش درست رو یاد نگرفته بودن که خب میدونید 2 نفر در تشکیل ساواک نقش داشتن. یکی اون به اصطلاح چیز بود، آقای شوارزکوف بود، پدر این ژنرال شوارزکوف، و یکی هم کرمت روزولت بودن. اینا یاد
دادن. اون وقتا هنوز ساواک تشکیل نشده بود، رکن 2 بود، دستگاه ضد اطلاعات بود. اینا یاد میدادن که مثلا چطور بازجویی کنن، چطور شکنجه بدن. و بعد که اینا رو یاد گرفتن، آموزش دادن، دستگاه ساواک در سال 1335 رسما تأسیس شد و سال 1336 رسما شروع به کار کردن. بعد بنابراین این در اون زمان هنوز بعضی از این روش‌های کهنه هم استفاده میکردن. با باتون بزنید، نمیدونم تنقیه آب میکردن، بعد بیخوابی میدادن. از این کارا اینا بیشتر معمول بود در اون زمان. منتها این روش باعث آزردگی خود به اصطلاح اون اسیر دست اینا میشد و گاهی ممکن بود تلف بشه، حتی اطلاعات هم از بین بره. ولی خب اون وقتا اینجوری آموزششان اینجوری بود. و تا اینکه در سالهای 50 به اصطلاح متوجه شدن اینجور تنبیهات بدنی منجر به حتی از دست دادن اطلاعات میشه، برای که طرف ممکنه بمیره زیر شکنجه. با مشت بزنی، با لگد بزنی، این ممکنه تلف بشه و اطلاعات از دست بره. وقت اونجا بود که اینا به اصطلاح روششون رو عوض کردن. منتها خب همونطور که میدونید در سالهای 50 گروه های مخالف هم او گروه های مخالف قبلی نبودن که مثلا توی یه جمعی بشینن و با هم گفتگو بکنن و همه هم رو بشناسن. اونها هم روش مبارزه رو عوض کرده بودن. گروه های مبارزان جدیدی آمده بودن، اینا به صورت تیمی بودن دیگه. اونجوری نبود که من همه رو بشناسم اونا بشناسن. روابط رو عوض کردن تا بتونن از چنگال پلیس فرار کنن. به همین جهت بود که از 50 به بعد روش بسیار شکنجه مقداری عوض شد. اولا شکنجه ای رو باید انتخاب میکردن که طرف نمیره زیر شکنجه. قبلا با مشت و لگد و اینا میزدن، خونریزی داخلی میکرد، گیج میشد. ولی الان نباید شکنجه ای رو انتخاب میکردن که اولا درد زیادی بده، بعد هم این نمیره و آثاری هم به اون صورت بر جای نذاره. و چون دیدن که گروه ها هم برای این که از دست شکنجه نجات پیدا کنن، اونا هم تیم درست کرده بودن. گروه های مخالف از 50 بعد دیگه همه تیمی بود، هیچ کس رو نمیشناخت، چون میدونستن شکنجه خیلی سخته و با قرار هم دیگر رو میدیدن. این بود که از سال 50 به بعد شکنجه مقدار فرق کرد و کابل به اصطلاح به میان آمد. و این کابل هم به مثل قبلا نبود مشت و لگد بزنی، خونریزی داخلی بده، گیج بشه، طرف بیفته. آدمی که گیج شده دیگه اطلاعات نمیتونه بده. این بود که کابل رو به اصطلاح اومدن به میان. این کابل از کجا اومد؟ در آمریکای لاتین مدت ها بود که با این دیکتاتورها گروه های مخالف جنگ و دعوا داشتن. اونها بالاخره برای اولین بار در برزیل به این نتیجه رسیدن باید روابط گروه ها، روابط به اصطلاح آدم ها و اعضا را عوض بکنن. به این جهت شکل قرار به هم میدادن، با قرار هم دیگر رو میدیدن. بعد پلیس هم فهمیده بود که با قرار که اگر اینجوری باشه بخواد یکی رو بگیره، 2 تا مشت بزنه به لگدش، از بین میره. خب وقت نمیتونه به یکی دیگه برسه. به همین جهت پلیس سیاسی اومده بود اینو به اصطلاح یک دستورالعملایی نوشته بود که شلاق رو یا کابل رو به اصطلاح برای اولین بار اینها اومدن در واقع اختراع کردن برای آزار انسانی، که فقط اولا به پا بزنن که هیچ جای حساس حیاتی وجود نداشته باشه. خب اگه به شکم میزدن خونریزی داخلی میکرد، طرف میشد به درد نمیخورد. به کله بزنن خود گیج میشه، اونم از بین ممکنه بره. بنابراین به دورترین نقطه بدن که پا بود، به پا اینجوری میزدن و بایستی مثل شانه بچینی، بزنی یکی که میزنه میان اینجا، بعد از اینجا یکی میزنه میان اینجا که رو هم نخوره. حالا چرا پا اولا هیچ
عضو حیاتی در اونجا نیست، نه قلبی هست، نه تعالی هست به ترک خروزی، هیچی. بعد این فقط گوشت، یه مقدار هم به اصطلاح استخونه، هیچی دیگه نیست. و این درد از اینجا تا از پا برسه به مغز یک راه طولانی میکشه، درد پیوسته میشه، یعنی همه جای بدن انگار درد میکنه، تنها اون جایی که میزنن نیست. و چون هیچ اندام حیاتی هم نیست، هیچ خطری هم نداره، یعنی طرف نه بیهوش میشه، بگیم مثلا خورد به شکمش، تالش پاره شد، کلیش پاره شد، اون یا اتفاق افتاد، نه هیچ چیز نمیشه، یعنی با آگاهی کامل این درد رو حس میکنی. و چون در راه طولانی میرسه تا به مغز برسه دریافت کنه، درد پیوسته میشه، یعنی خیلی شدید میشه. و به همین جهت از 50 به بعد به اصطلاح سازمان سیا یک کتاب اونجا نوشت که در واقع کتابچه شکنجه است به زبان اسپانیولی، که به چند زبان بود، به یکیش اسپانیولیه که من در کتابم خود عکس کتاب رم زدم اونجا. این روش شکنجه رو یاد میده و از اون به بعد بود که به همه کشورهایی که دیکتاتوری بودن این روش رو ادامه میدادن. با این روش نه اون اصطلاح محکوم بیچاره میمیره، برای که هیچ اندام حساسی توی پا نیست، نه قلب هست، مثلا تال هست به ترکه خون ریزی بده، هیچی نیست. بعد هم درد یه فاصله که از پا به مغز میرسه خیلی طولانی تره و این به همین جهت اسمشو گذاشته بودن که با شلاق با کابل میزدن. حالا چرا کابل؟ چوب نه، کابل، برای که کابل فلکسیبله، تمام گودالی ها رو هم میپوشونه، اینجوری همین درد رو با تمام قوا از این شلاق منتقل میکنه به کف پا. حالا این اسمش گذاشته بودن واقعا شلاق خلاق و بی‌مسمى هم نبود. بالاخره بیشتر دیگه میبایست حرف میزدی، یعنی اینقدر درد زیاد میشد تا این درد از کف پا میرسید به مغز، وحشتناک میشد. این مدام همینجوری و به همین جهت از اون به بعد این رو انتخاب کردن دیگه. مثل سابق مشت و لگد نمیزدن که طرف بیهوش بشه. خب به همین جهت گروه های به اصطلاح سیاسی هم مجبور بودن برای اینکه این شکنجه طاقت فرسا بود، نمیتونستن قراراشون رو کوتاه میذاشتن و هیچ کس رو نمیشناخت، یعنی با اسم مستعار هم دیگر رو میدیدن و قرارا کوتاه بود، بسته به که تا چقدر شما اهمیت داشتید. 4 ساعت، اگر خیلی مهم نبود 8 ساعت یا روزانه بود. تنها راهش همین بود، چون نمیشد مقاومت کرد، یعنی انسان پوست و گوشت دیگه. به همین جهت بود که روابط تشکیلاتی هم بر مبنای این شکنجه عوض شده بود. خیلی ممنون آقای دکتر، چون شما یه دو دوره نقاهت هستید و آنجا که من اطلاع دارم توی بیمارستان بودید و بیشتر از این نمیخوام مزاحم شما بشم. فقط جهت اطلاع بینندگانمون عرض کنم که کتاب خاطرات آقای دکتر کتاب گذر از آتش هستش که خوندنش خالی از لطف نیست، که ایشون تمام اتفاقایی را که در این دوره براشون افتادن قشنگ با قلم زیباشون توضیح دادن و واقعا کتابی هستش که وقتی دست بگیری من مطمئنم که تا تموم نکنی، تا اون روز به روز این اتفاقها را دنبال نکنی و بهشون نرسی، کتاب را زمین آدم نمیذاره و واقعا کتاب لذت بخش است با وجود تمام دردها و تمام اون زجرهایی را که دکتر به تصویر کشیدن. ولی واقعا خوندنش خیلی اطلاعات به هم اومده و خیلی میتونیم با در حین این که میگم دردآور هست ولی لذت بخش هست، ولی این که گوشه ای از تاریخ ما هستن. آقای دکتر واقعا من از شما
تشکر میکنم واقعا با خوندن این کتاب ها، با وجود شما و حرفای شما به تمام اون چیزایی را که شاید سالهاست ما دنبال حقایقی هستیم که هنوز بهش نرسیدیم و یا واقعا تیکه تیکه هاش رسیدیم. این پازلی که برای چیدن این پازل و برای تموم کردنش نیاز داریم به حرفای شما، به یادداشت‌های شما و به کتاب و خاطرات شما ها نیاز داریم. امیدوارم که باشید و ما را همراهی کنید و تشکر میکنم از اینکه امروز این افتخار رو به ما دادید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. خیلی متشکرم به من این فرصت رو دادین که اینجا صحبت کنم با هموطنان عزیزم و امیدوارم که این اتفاقات برای همیشه از کشور ما رخت ببنده و ما جوانان ما رنگ شکنجه و اینها رو نبینن و برای ایران آباد و آزاد من آرزو میکنم. و اگرم کتاب من رو کسی خواستن میتونن تو سایت من دکتر قهرمانلو برن و مجانی اونجا کتاب رو دانلود کنن که ببینن واقعا جوانانی بودیم عاشق وطنمون و مردممون بودیم، ولی خب مبارزه سخت دیگه. این متاسف رژیم های دیگه که خیلی متشکرم به من اجازه داد که در خدمت شما. خیلی ممنون و باز تشکر میکنم از شما و اینجا از همه دوستانی را که در این دوره از تاریخ بودن، تاریخ ساز بودن یا حتی دوستانی هستن که مخالف کلام ما هستن و حتی مخالف آقای دکتر هستن. ما هیچ چیزی ترسی نداریم، هیچ دنبال جنگ و جدال و درگیری نیستیم. اگه دوستانی هستن که حتی میخوان با آقای دکتر مخالفت بکنن نگن ما سوگیری داریم، تشریف بیارید شما هم بشینید با همین دوربین صحبت کنید، با همین دوربین که شما اگر فکر میکنید کسی واقعیت رو نمیگه شما بیایید، شما که تو تاریخ بودی و چیزی خلاف این، اگر آقای دکتر، اگر من به عنوان کسی که دارم تحقیق میکنم، آقای دکتر به عنوان کسی که توی تاریخ بودن، تاریخ ساز بودن، اگر فکر میکنه چیزی غیر واقعیت نیم شما بیایید واقعیت رو بگید. ولی با همین دوربین از همه دوستانی که فکر میکنن ما واقعیت‌های تاریخ رو نمیگیم تشریف بیارن تو همین برنامه. شما از واقعیت‌هایی که توی ذهنتون هست، شما از واقعیت‌هایی که تجربه کردین شما بیایید صحبت کنید. ما با جان و دل پذیرای همتون هستیم. بازم تشکر میکنم تا برنامه دیگه. امیدوارم در پناه خرد باشید و شاد باشید. خیلی متشکرم به من این فرصت رو داد. ممنونم. خدا نگهدار.